بکشینش. مغزشو میترکونم. در باز کن وگرنه منو میکشن. بلند بخوام یه زمین. چه خبره؟ کار گذاشتم. هیچ کس تکون نخوره. شماره 3 چه خبره؟ این کارو نکن. یا aşkına ya bazı kendisi bozuldu. Hala. بری تو برو. تا 5 دقیقه دیگه میرسیم. افراد به جا نظر کنید. اشون رد بشیم. اما کامیون نیروی ضربت قضیهش فرق داره. نباید بذاریم دورمونو بگیرن. باید قبل از اینکه خروجی رو مسدود کنن از اینجا بریم. تا 8 دقیقه دیگه میرسیم. تا 8 دقیقه دیگه میرسیم. اون بیرون چه خبره؟ یه سری محافظ ریختن سرمون. لعنتی تیراندازی شده. هرچه سریعتر خودمون رو میرسونیم. تمام کنید. هفت دقیقه دیگه میرسیم. داخلمون اومده. امنه. شش دقیقه. شماره 4 زخمی شده. تکرار میکنم. شماره 4 زخمیه. شماره 3 رو میبینی؟ شماره 3 جواب بده. کی تیزم؟ اینو کاری به حال ندارم. نیروی ضربت بفرستید. هلیکوپتر بفرستید. یه خریا بفرستید. بیا. اینو بگیر بیا. گوش کنید زخمی داریم. تا 4 دقیقه دیگه میرسیم. بی‌دفاعی. استوارت یه تفنگ رد کن بیاد. باشه رئیس. جان یه تفنگ بده. بیا. ممنون. گیر کرده. بولیس چیکار؟ امنه. بجا باید بریم بجا.
تا 2 دقیقه دیگه تیم ضربت میرسه. الویس برو تو کامیون. کسی نیست. پیش من بمون، حواست به من باشه. بله خب، سوار کامیون. شماره 4 رو کشتن. سلام بایست. منم. بولت؟ بیا یه کمک بکن. سلام پسر. یک کامیون جنوب خیابون ماتیو در کنار بزرگراهه. گندش بزنن. از اینجا تا محل قرار 2 کیلومتر فاصله است. تا وارد ساختمون بشیم این مانه ها جلوی هر گونه نفوذ سریع رو میگیرن. در خیابون 405 به سمت جنوب میرن. تو دید آسمونن. 4 هلیکوپتر توی آسمون داریم. واحدهای هوایی در نزدیکشونه. چیزی عوض نمیکنه. طبق برنامه پیش برید. آماده باشید. تا نیروی ضربت بتونه نفوذ کنه 5 دقیقه وقت داره. فکر میکنن اونجا گیر کردیم، به قصد کش شلیک میکنن، ولی ما اونجا نیستیم. در ضمن هیچ جورم نمیتونن راجع به این تونل زیر سرداب بفهمن. نه، این تونل تو هیچ نقشه‌ای نیست. از 1957 نقشی از اینجا نکشید. محاصرشون کردیم. تیم ضربت به صحنه رسیده. تیم برو. افراد به موقعیت. تو زیادی کندی. توی کچل چی از جونم میخوای؟ کبدتو میخوام. کثافت. مرد شورتو ببرن. ریاحت. تحالت.